دوستان، روزتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگه من خوش اومدین. تو این ویدیو قراره براتون آموزش چس مخفی رو بذارم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. بریم سراغ ویدیو. خب اول از همه یه دونه کتاب میذاریم اینجا با ریدستون تورچ میذاریم بغلش. دو تا ریدستون اینجا قرار میدیم و دو تا کتاب دوباره میذاریم روی کتاب با دو تا ریدستون قرار میدیم. جلوشون هم اینطوری پیستون ها رو قرار میدیم. بعدش جلوی پیستون ها رو میکنیم، دو بلاک میکنیم و چستا رو قرار میدیم. خب حالا یه دونه کلید قرار میدیم اینجا و اینجا رو میپوشونیم کاملا تا دیدنش. اونجا قرار میدیم اینطوری. بعدش میایم یه دونه تابلو قشنگ میذاریم اینجا. دقیقا اینطوری. بعدش اونو میندازیم اینجا، میفته رو کلید. اینجا که میفته اینجا باز میشه و میتونیم چسمون رو نگاه کنیم و وقتی نزدیک بشیم رسونم دستتون اینجا بسته میشه. دوباره میخوایم باز شه اینو میندازیم رسونم میندازیم اونجا و دوباره میتونیم چسمون رو نگاه کنیم. دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای دیگه، خداحافظ.